سنه 16 اکتبر در آرت گالری سامانیان نمایش ایجادیات شادروان مصور میرزا فیروز سلیمانوف برگزار گردید. در آن اثرهای زیادی این شخصی شناخته و نمایش گذاشته شد. به غیر از اثرها میرزا فیروز سلیمانوف ایجاد مینیاتورها خیلی شوق داشت که شماره زیادی آن به نمایش گذاشته شد. من امروز ما در نمایشی یکی از رسامان چیردستی ولایت سوخت استاد دانشگاه سلیمانوف میرزا فیروز ما دیدن کرده ایستادیم. همچون رسام مینیاتورنگاری معاصری ولایت یعنی جمهوری تاجیکستان گویم حساب کرده میشد که امروز من در اینجا تماشابینان زیادی برای تماشا نگاه برای دیدن کارهای ایجادی میرزا فیروز یعنی در اینجا حضور آمدم. من میخواستم که باز جوانان برای پیروی چنین رسامان همین رسامان میرزا فیروز شدگی باشند. یک سال می شود که میرزا فیروز سلیمانوف از عالم درگذشت. اهل عائله این شخص ابراز نمودند که نمایشنامه مذکور برای نگاه داشتن خاطر شادی برگزار می گردد، زیرا این رسام دلداده کسب خود بود و هر لحظه عمرش را به تصویر تصور کردن نمی توانست. دل فیگور و خاطرم نالان ای جانی جان، از کجا یابم تو را آرامی جان فیروزی جان. شکری خدا میکنم که من چنین فرزند دارم. فرزند من توانست که به اهل جمعیت میراث خوبی ارزنده گذاشته رود. میرزا فیروز سلیمانوف آموزگار، مصور، دیزاینر، کنده‌کار، هیکل‌تراش بود. او در طول حیات و فعالیت خود یکچند آثارهای گرانبهای خود را باقی مانده است. او مؤلف مینیاتورهای گوناگون میباشد. در صنعت چهره‌نگاری نیز به کامیابی‌های نظررس نائل گشته است. چهره‌های آفریده او شخصانی کسب و کاری گوناگون بوده. سیمای تصویر شده خیلی واقع بینانه نشان داده شده است. میرزا فیروز هم این شخص بودند که به صنعت حیات خود را تصور کرده نمی‌توانستند و ایجادیات اون کس را من با دستگیری فرهنگچیان امروز روی تماشابینان واگذار کرده ایستاده‌ایم که باوری دارم که با همین اثرهای خود ما نام آن کس را زنده و جاوید میکنیم. از وی ژانر کلاسیک باشد یک 70-80 نمایش آن کس که ژانر مینیاتور و بخشیده شده است. یک 20-30 ژانر مینیاتور به تصورات خود را روی نقش آفریده‌اند و از اکوارل، کراسکا من با که در کتاب ها کار میکردند برای اثرها ممکن است 700-800 چنین با اکوارل و کراسکا کار کردگی. خاطررسان میکنیم که نمایش ایجادیات میرزا فیروز سلیمانوف سنه 16 اکتبر آغاز گردیده تا سنه 5 نوامبر ادامه خواهد یافت. در این مدت میتوانند دوستداران صنعت از آثار ایجادیات رسام نامی کشور بهره برگردند. گزارش مهرانگیز عبداحد و نعیم جان ایوبov برای برنامه اطلاعاتی خبر.